ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 29. همچنین پاچته‌ی دولتی تأسیس یافته، راه‌های نو ساخته و راه‌های کهنه کاروانگرد تعمیر کرده شد. غیر از این قانونگذاری عمومی دولتی کار کرده برآمده در تمام قلمرو سلطنت هخامنشی‌ها جاری کرده شد. در عین زمان قانون‌های پیشینه خلق‌های گوناگون قوه خود را نگاه می‌داشتند. در زمان هخامنشیان اولین بار در تاریخ شکل عاقلانه و بشردوستانه مناسبت خلقها، گروه‌های اتنیکی، پیروان آیین و مذهب‌های مختلف دینی و مکتب‌های گوناگون علمی و فلسفی طرح‌ریزی و کاربست گردید که برای ما و شما حتی امروز نیز عبرت آموز می باشد. وقتی که کوروش کبیر سال 539 تا میلاد شهر بابل پایتخت دولت مقتدر بابلستان را فتح کرد، برخلاف شاهان عهد باستان که معمولاً به کشتار و غارت می پرداختند، اعلامیه انتشار ساخت که در آن حفظ جان و مال و آزادی اعتقاد دینی شهروندان کفالت داده می شد. اعلامیه کوروش که از فرهنگ آریایی و عقاید انسان دوستی سرچشمه می گیرد، نخستین حجت تاریخی است که احترام حقوق، آزادی مذهب و اعتقاد و حفظ دارایی شهروندان را پشتیبانی کرده است. این اعلامیه که با نام استوانه کوروش مشهور است، در موزه بریتانیا محفوظ بوده شاید نمونه نخستین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت باشد. به نظرم متن این اعلامیه را که با خط و زبان بابلی نوشته شده، ترجمه فارسی آن با سعی و اهتمام عالم شناخته جمشیدوف به طبع رسیده است، آوردن از اهمیت خالی نیست. منم کوروش، شاهی شاهان، شاهی بزرگ، شاهی نیرومند، شاهی بابل، شاهی سومر و اکد، شاهی 4 مملکت، پسری کمبوجیه، شاهی بزرگ، نواسه کوروش، شاهی بزرگ از شاخه سلطنت ابدی که سلطنتش مورد خدایان و حکومتش به دلها نزدیک است. وقتی که به جنگ و جدال وارد بابل شدم، همه مردم قدوم مرا به شادمانی پذیرفتند. در قصر پادشاهان بابل به سریر سلطنت نشستم. مردوک خدای بابل دلهای نجیب مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را محترم و گرامی داشتم. لشکری بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم صدمه و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و امکینه مقدس آن قلبی مرا تکان داد. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و بیدینان را نیازارند.
فرمان دادم که هیچ یک از خانه های مردم خراب نشود. خدای بزرگ از من خرسند شد و به من که کروش هستم و به پسرم کمبوجیه و تمامی لشکری من از راه عنایت برکت خود را نازل کرد. پادشاهانی که در همه ممالک عالم در سرزمین های خود نشستند، از دریای بالا تا دریای پایین و پادشاهان غرب تماما خراج سنگین آوردند و در بابل بر پایهای من بوسه زدند. فرمان دادم که از بابل تا آشور و شوش و اکد و همه سرزمین هایی که در آن طرف دجله واقعند و از ایام قدیم بینا شده اند، معابدی را که بسته شده بود بکشایند. همه خدایان این معابد را به جایهای خود برگرداندم تا همیشه در آنجا مقیم باشند. اهالی این محلها را جمع کردم و منازل آنها را که خراب کرده بودند از نو ساختم و خدایان سومر و اکد را بی آسیب و قصرهای آنها که شادی دل نام دارند بازگرداندم. صلح و آرامش را به تمامی مردم عطا کردم. این اعلامیه بشر دوستانه که می توان نخستین سندی کفالت آزادی مذهب و اعتقاد دینی و گذشته از این احترام حقوق شهروندان گوناگون ملت و مختلف آیین شمرد، از تمدن آریایی سرمنشأ گرفته است. شاید در تاریخ عهد قدیم این اعلامیه نخستین اقدامی است سوی جامعه دنیوی و عدالت پرور که دیرتر توسط روشنفکران یونان و ریم به اروپا راه یافته زمینه جامعه حقوق بنیاد دنیوی و بشر دوستانه را پدید آورد. هخامنشیان نه تنها آزادی رسم و آیین و مذهب و دین، بلکه زبان و رسم الخطی کشورهای ضبط شده را پاس می داشتند که مثالی روشنی آن کتیبه‌ای بی ستون شده می تواند. بلندی این نوشتجات 115 متر بوده، 5 ستون آن زیاده از 515 سطرش به زبان آریایی یا خود پارسی قدیم، باقی ماندهش با زبانهای ایلمی و اکدی بابلی کتابت شده اند. خط میخی خط رسمی دولت هخامنشی بوده، در اساس خط میخی بابلی با بعضی تغییرات و علاوه ها پدید آمده، چون قدیم ترین خط آریایی عهد قدیم تا زمان ما آمده رسیده است. این خط را دیرتر آریمان زبانشناس غرب با نام خط و زبان فارسی قدیم ذکر نموده اند، ولی خوشبختانه در خودی کتیبه از جانب دارای یک با زبان آریایی نوشته شدنی متن تأکید گردیده است. به سرسطر آخرین ستون 4 کتیبه دارا در 20 ستون توجه نمایید. داراشاه گوید: به خواهش اهورامزدا این نوشتجاتی است که من کردم. غیر از آن که به آریایی بود، در لوح و چرم نیز نوشته شد. غیر از این مجسمه ام را ساختم
نسبنامه‌ام را ساختم، این در پیش من نوشته و خوانده شد. پس از آن من این نوشتجات را به همه کشورها فرستادم. ناگفته نماند که در کتیبه نقش رستم که از نامی دارای یک با 3 زبان، پارسی قدیم، آریایی، ایلمی و بابلی کتابت شده است، دارا اصل و نسبش را آریایی از قوم آریاییان می حسابد.